مذکور در دور نیم نهایی جام جهان رقابت خود را برگزار میکنند. این بازی در شهر ذخیره به میدان وارد میشوند، اونها به ما نشان داده شدند و این باشد هیئت منتخب فوتبالی فرانسه است که دسته مذکور را فوتبال بازان کشور فرانسه آغاز میکنند. من هیئت هر دسته را به شما شناس میکنم. پنجگانه تو با همین مرحله انبار بنماید با سببهای که این زمان در میدان و توسط کم هجوم خیلی خوبی فرانسوی جریان دارد. ضربه به طرف دروازه، یک ضربه دیگر این عبدالصمد محمد بوزی در نیمه اول به گل جریان داشت. امکانیت برای بازیگران کشور آرژانتین این زمان و اینجا پنالتی. دوباره پنالتی منتخب فوتبال آرژانتین را اجرا میکند و اینجا مشاهده میکنیم. بله اینجا خود ضربه اریتا و گل. همین طریق دوستان ارجمند حساب رقابت گشوده میشود. منتخب نمود سندرک پاراگوای سو رو برابر کرد. توجه میکنیم بین هجوم ضربه نواتی و فرانسیس لاکا که این ضربه را برطرف میکند. 2-2 شد. اینجا ضربه به طرف دروازه و گل. گل دوستان ارجمند، گل خیلی زیبا با ثمر رسانیده میشود. این ضربه مسیر حرکتی آن تغییر یافت. بله ضربه زنی بازیگران آرژانتین امکانیت پیدا میشود. پاس ضربه و گل. همین طریق دوستان ارجمند کلاودینیو حساب رقابت را 2-1 میکند. دروازه و از کنج دروازه جا مشاهده کنید که انخیل کلاودینیو پرتاب نواتی امکانیت عالی برای زدن گل اینجا پیدا میشود. عبدالصمد خوب خیلی با احتمال زیاد نگذشته است. توپ از خط دروازه نگذشته است. در گل حساب کرده نمی شود. امکانیت نوبتی می جویم بازیگران آرژانتینی. ضربه دروازه با برطرف می کند. هجوم ادامه امکانیت خیلی خوب برای زدن ضربه و اینجا ضربه هم زده می شود. هجوم خوب بازیگران فرانسه. ضربه به طرف دروازه اجرا می گردد. این وضعیت در لحظه اخیر محمد توره پاسیو به خط هجوم امکانیت نوبتی و ضربه خوب یک حالت دیگر و گل. که چگونه سارمیento حرکت میکند این وضعیت را برطرف کرد و محمد توره بود دوستان ارجمند. سر اول نیکلاس منندز ضربه زد. نیکلاس سارمیento برطرف نمود و محمد توره مبارزه می‌دارد در کنار و توپ در نظارت بازیگران آرژانتینی است. ضربه هم اجرا می‌گردد و توپ نادخل شد. سهیل محودین پس به کنار راست از آنجا ضربه زده می‌شود. تیم فرانسه امکانیت خیلی خوب می‌تواند پیدا شود. پس به کنار ضربه یک کوشش دیگر و توپ امکانیت نوبتی می جویم بازیگران آرژانتینی. ضربه دروازه با برطرف میکند. هجوم ادامه امکانیت خیلی خوب برای زدن ضربه و اینجا ضربه هم زده می شود. هجوم خوب بازیگران فرانسه. ضربه به طرف دروازه اجرا می گردد. این وضعیت در لحظه اخیر محمد توره پاسیو به خط هجوم امکانیت نوبتی و ضربه خوب یک حالت دیگر و گل. که چگونه سارمیento حرکت میکند این وضعیت را برطرف کرد و محمد توره بود دوستان ارجمند. سر اول نیکلاس منندز ضربه زد. نیکلاس سارمیento برطرف نمود و محمد توره مبارزه می‌دارد در کنار و توپ در نظارت بازیگران آرژانتینی است. ضربه هم اجرا می‌گردد و توپ نادخل شد. سهیل محودین پس به کنار راست از آنجا ضربه زده می شود. تیم فرانسه امکانیت خیلی خوب میتواند پیدا شود. پس به کنار ضربه یک کوشش دیگر و گویدیا خود بازی رو ویران میکند و این بعد دبل پنالتی میارد. ضربه اریتا و گل. کوین اریتا حساب رقابت را 3-2 میگرداند دوستان ارجمند و چگونه زیبا اجرا کرده شد. این چیز را خیلی خوب استفاده میبرند در بازی قبل این چیز به چشم است. ضربه به دروازه خوری برای مثال همین حالت را در نظر دارم. اینجا توپ هجوم جریان میگیرد. محمد توره پاسیو به کنار و اینجا یک ضربه
ارسال با کنار میدان و اینجا ضربه زنی نمیتواند بازیگر فرانسوی. ضربه آخرین زده شود. ضربه هم زده می شود و دروازه‌بان را برطرف میکند. ثانیه دیگر ضربه باید هر چه زودتر باشد و همین طریق تمام دوستان عزیز. یک ثانیه میماند و در سال 2024 چی؟ سال 2024 چی خواهد شد این را ما و شما تنها 6 اکتبر خواهیم دید و